امروز میخوایم در مورد ربات همستر که میگن که میخواد روی پلتفرم تون لیست بشه رو با هم بررسی کنیم و ببینیم به چه صورت 0 تا 100 و آموزشش که چجوری باید سکه های بیشتری بگیریم رو با هم بررسی کنیم و ببینیم به چه صورته. اول وارد ربات میشیم، بازش میکنیم. الان البته یکم نت من ضعیفه، بعد یکم منتظر بمونم. خب به این صورته که شما این همستری که این وسط هست باید روش کلیک کنین و میتونین حتی با چند تا انگشت این کار رو انجام بدین تا این مقداری که اینجا براتون زده به 0 برسه. به این صورت بعد وقتی که این 0 شد بازم زمانی داره که این میرسه پر میشه و دوباره میتونین کلیک کنین و سکه بگیرید. سکه هاتون هم این قسمت نشون میده. دیگه بخوام براتون بگم، این میبینید من 8 تا میزنه به خاطر اینه که من این قسمت تب رو لول اپ کردم. حالا به چه صورت بهتون میگم. این پایین روی بوست که کلیک کنید زده مولتی تب. اینجا مولتی تب هرچی که شما اینو لولش رو بیشتر کنین، بزنید روی این آبیه و لولش رو بیشتر کنین، اون قسمت هم بیشتر میشه. بعد یعنی تب بیشتر، یعنی با هر کلیک، مثلا من الان با هر کلیک 8 تا دارم، میتونه بیشترم باشه. این قسمت هم انرژی لیمیته که یعنی مثلا اینجا من 6000 تاست، اولش که وارد برنامه میشید 500 تاست، اونم که ارتقا بدید هی تعدادش بیشتر میشه. این قسمت فرندزه که اگه کسایی که با لینک شما وارد برنامه میشن به ازای هر کدومشون 5000 تا میده. اگه اکانت پریمیوم باشه بهتون 25000 تا میده. قسمت خیلی مهم اینه که شما نباید همش بیاید کلیک کنین که یعنی خب بالاخره کار و زندگی و فلان. این قسمت بالایی که الان دستم گذاشتم با این قسمت و یعنی این قسمت هرچی تعدادش بیشتر باشه به ازای همون هر ساعت بهتون اون مقدار سکه میده. یعنی به من 125,000 خورده هر ساعت به هم سکه میده. حالا چجوری اینو افزایش بدیم؟ اینجا یه سری کارت ها هست که شما این کارت، مثلا این کارت رو میزنین میگه هر ساعتی مثلا شما اینو بخرین هر ساعتی 135 تا دونه بیشتر بدین. بعد شما اینو میخرین، این کارت ها رو خریداری میکنین که کارت ها رو لول اپ میکنین و در ازاش این قسمت بیشتر میشه. مورد بعدی این که یه سری کارت های روزانه داره که شما این کارت ها رو وقتی پیدا کنین میتونین در اون روز 5 میلیون تا 5 میلیون تا سکه بگیرید. قسمت بعدی اینه که دیلی ریوارد که توی این قسمت به شما توی هر روز که روی این کلیک کنین، هر روز جدیدی که شروع میشه به شما یه مقداری سکه میده و وقتی که روز 10 بشه 5 میلیون، روز 9 1 میلیون، هرچی جلوتر میره سکه بیشتری میده. وقتی که اینا تموم شد دوباره از اول شروع میشه، روز اول، روز دوم، روز سوم و دیگه چیز خاص دیگه هم نداره. این قسمت هم مثلا میتونید توی چنل تلگرامش عضو شید، توی چنل یوتیوبش عضو شید، توی نمیدونم اکانت توییترش عضو شین. بهتون این پوینت ها رو داده که بتونین باهاش پول بیشتر و سکه بیشتری بگیرین و اینم که invite 3 friends که با 3 تا دوست که دعوت کنین میتونین 25,000 تا هم اینجا بگیرید. تمام نکات رو گفتم. اگه سوالی داشتین حتما ازم بپرسید.
خیلی ممنون. من آنتیلم، دوست شما. خوشحالم که همراه ما هستید. خدا نگهدار.